مهمترین نکاتی که باید تو خرید پاوربانک رعایت کنیم چیا هستن؟ یک سری عوامل هستن که تو قیمت پاوربانک ها خیلی تاثیرگذارن، مثل ظرفیت باتری، سرعت شارژ و تعداد پورت، یا یک سری قابلیت های دیگه مثل مگسیف و ضد آب بودن. حالا سوال اینجاست چه پاوربانکی به درد ما میخوره؟ اگه ظرفیت باتری گوشیت زیر 5000 میلی آمپر و گجت خاصی هم نداری و یه پاوربانک سبک هم میخوای، پاوربانک های 5000 معمولا هم سبکن هم جواب کار روزانه رو میدن. ولی اگه چند تا گجت داری و زیاد هم ازشون قراره استفاده بکنی، میدونی پاوربانک 10000 رو بگیری، یه مقدار وزنش از 5000 بیشتره ولی خب جواب کارتو میده. اگرم باتری گوشیت بالای 5000 میلی آمپره، چند تا گجت داری، زیاد هم ازشون استفاده میکنی، میتونی پاوربانک های بین 10 تا 20000 رو بگیری که این بستگی داره که چقدر از گجتات استفاده میکنی و چند بار میخوای توی روز شارژشون کنی. اگرم گوشیت از مگسیف پشتیبانی میکنه، به نظرم برو سراغ پاوربانک های مگسیف که این سیم شارژ توی دست و پات نباشه و خیلی راحت‌تر بتونی از پاوربانکت استفاده بکنی. و در آخر اگر از این سبک محتوا خوشت میاد، یادت نره بایزون رو فالو کنی.